الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، وقتی که انسان از نماز تأخیر کرد، دیر ماند، از نماز جماعت دیر ماند، وقتی که به نماز جماعت رفت دید که مردم در رکوع هستند، آیا در اینجا یک تکبیر میگوید یا که دو تکبیر؟ الله اکبر میگوید به رکوع میرود یا که دو تکبیر، تکبیر احرام رو میگوید و بعد از این تکبیر رکوع رو میگوید؟ یعنی الله اکبر میگوید، دستش رو میزند، بعد الله اکبر میگوید به رکوع میرود. بارک الله فیکم. البته در این مسئله علما دو قول گفتند. یکی قسم از علما گفتند که اگر یک تکبیر گوید هم جایز است و این تکبیر تکبیر احرام است، الله اکبر تکبیر احرام، و هم به سنت هم داخل می شود، هم سنت تکبیر هم به درونش داخل می شود. به همین یک تکبیر می تواند که رکوع بکند. این تکبیر را به نیت تکبیر تحریمه یا که تکبیر اولی نمازی که ما میگیم این رکن نماز است، به همون نیت میگد الله اکبر میگد گویا تکبیر تحریمه کرد، به رکوع میرود و این تکبیر تکبیر سرشوی گویا که نماز بود. اما همین تکبیر سنت رو هم در درونش دارد. این تکبیر هم تکبیر گویا که سرشوی نماز و هم تکبیر رکوع است. و بعضی از علما میگند اگر دیدید که نو امام به رکوع رفته باشد، شما میدونید که یک وقتی معین هست و تخمینا می توانید که هر دو تکبیر را کنید. در این حالت اول تکبیر را بگوید الله اکبر، دست رو بندید و الله اکبر گوید، رفع الیدین کنید، به رکوع روید، که البته این افضل نشست. یعنی در هر دو حالت هم جایز است، اما به شرایط دیده کار میکنید. بارک الله فیکم.